به نام خداوند جان و خرد. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. قسمت 25 از داستان زیبای 11 دقیقه از پائولو کوئلو. گوینده بانو درخشان. وقتی به کتابخونه رسید که زمان بستن آن فرا رسیده بود، خانم مسئول کتابخونه به محض ورود ماریا گفت: خوشحالم که تو رو میبینم. هرگز دوستی مثل تو قابل اعتماد و صمیمی نداشتم. راستی اون زن دوستی نداشت. یه عمر در اون کتابخونه زندگی کرده بود، در معاشرت دائم با مردم بود. پس چرا دوست صمیمی نداشت؟ شاید به کسی اعتماد نمی‌کرد. زن ادامه داد: در مورد بحثی که اون روز با تو داشتم خیلی فکر کردم. علیرغم روابط خوبی که با شوهرم دارم، ولی هرگز از مرز لذت بردن نگذشتم. فکر میکنی این امری عادیه؟ تو فکر میکنی تظاهرات کردا در طول روز عادی باشه؟ فکر میکنی فرار همسران شاهزادگان از حرمسرا عادی باشه؟ ببین، فکر میکنی اگه مردم به جای عشق رویای ثروتمند شدن رو در سر داشته باشن عادی باشه؟ فکر میکنی اتلاف وقت توسط زنان و مردان و ناتوانی در به دست آوردن دوباره اون عادی باشه؟ شاید هیچ کدوم عادی نباشه، ولی این اتفاق همواره میفته. به همین دلیل عایدی دانستن یا ندانستن امور اهمیتی نداره. هرچه در نگاه نخست برخلاف طبیعت و در تضادها آرزوهای درونی انسان باشه، پس از اینکه بارها تکرار بشه عادی به نظر میرسه. انسان برخلاف فرامین الهی دنبال جهنم میره و بدترین روش رو برای ادامه زندگی انتخاب میکنه، ولی خب پس از مدتی براش عادی میشه. نگاهی به زن انداخت. برای نخستین بار پس از اون ماه‌های طولانی نام اونو پرسید. البته نام خانوادگی شوهرشو میدونست. هایدی اسمش بود. 30 سال پیش ازدواج کرده، ولی در اون سالها هرگز از شوهرش نپرسیده بود آیا فراتر نرفتن از مرز لذت در روابط جنسی امری عادیه یا نه. دوست عزیزم، نمیدونم لازم بود اون کتاب‌ها رو بخونم یا نه. انگار زندگی کردن در غفلت و نادانی بسیار راحت‌تر به نظر میرسه. دارا بودن شوهری وفادار، خانه‌ای مشرف به دریاچه، 3 فرزند، 1 کار معقول میتونه آرزوی هر زنی باشه. میدونی از زمانی که تو رو دیدم و بعد اون کتابا رو خوندم زندگی من دگرگون شده. نگرانم کرده. آیا واقعیت باید همین گونه باشه؟ خب به جرئت میتونم بگم بله. میخوای جزئیات ماجرا رو بدونی؟ ماریا با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. البته واضحه برای درک مطالبی که میخوام بگم هنوز خیلی جوان هستی. با این حال دلم میخواد تو رو در تجربیات زندگی خودم سهیم کنم تا اشتباهاتی که من کردم رو تکرار نکنی. پس از خوندن کتاب‌ها به این فکر افتادم چرا شوهرم توجهی به روابط جنسی با من نشون نمیده. البته من احساس لذت میکردم، ولی لذتی متفاوت. مردان احساس میکنن به محض انجام عمل همه چیز به پایان میرسه، ولی کتابا رو که خوندم نشون میده در نقاطی از عضو خاص اعصاب فراوانی وجود داره که مستقیم به مغز میره. ماریا ساده لوحانه گوش میداد. زن افزود: خودت حساب کن، میون دوستانت چند نفر این موضوع رو میدونن؟ به جرئت میتونم بگم هیچ کدوم. ماریا به ساعت خودش نگریست. متوجه شد که باید سریعتر حرف بزنه. میخواست به اون دختر جوان در مورد حق لذت بردن زنان چیزهایی بیاموزه تا نسل بعد از اونها از این آموخته ها بهره مند بشن.
میدونی دکتر فروید چیزی در این مورد نمیدونست، چون زن نبوده. اون تصور کرده زنان هم باید مشابه مردان لذت ببرن. تعداد اندکی از زنان موفق به ایجاد رابطه جنسی رضایت بخش میشن. اگه دلت میخواد فراتر از مرز لذت بری، توصیه میکنم در روابط جنسی تغییر وضعیت بدی. ماریا با اینکه وانمود میکرد به گفته های زن اهمیت نمیده و یا لااقل اونها رو نمیفهمه، به خوبی متوجه شد در این مورد تنها نیست. هایدی که اونو همدست خودش میدونست لبخند زد و ادامه داد: اغلب مردم نمیدونن که ما حالتی شبیه اونا داریم. ماریا با درک وضعیت صمیمانه موجود به خودش جرأت داد و پرسید: ببینم تا به حال خارج از محیط خانواده و ازدواج تجربه‌ای داشتی؟ مسئول کتابخونه دچار شگفتی شد. چهرش به سرخی رفت. شعله مقدس از چشمانش بیرون جهید. خشمگین شده بود. شاید هم خجالت میکشید. مدتی با خودش به کشمکش پرداخت. میتونست موضوع گفتگو رو عوض کنه. همین کارم کرد. برگردیم به بحث خودمون. میدونستی که زن تحریک میشه؟ بله، از کودکی. هایدی آشفته به نظر میرسید. با این حال ادامه داد: میتونی با شوهرت گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشی و بعد تو با شوهرت گفتگوی صمیمانه داشتی؟ هایدی بار دیگه از دادن پاسخ مستقیم تفره رفت و تنها گوشزد کرد زمان اون همه چیز متفاوت بود. میخواست تجربیات خودشو که از مطالعه به دست آورده بود به ماریا منتقل کنه. دخترک میدونست زن چی میگه، هرچند گفته های اون از روی کتاب ادا میشد. ولی دختر برزیلی با اونا موافق نبود. توضیح داد برای ودا به اونجا اومده، ولی انگار مسئول کتابخونه به حرفای اون گوش نمیداد. میخوای این کتابو ببری و مطالعه کنی؟ نه، سپاسگزارم. کارهای دیگه ای دارم. پس کتاب دیگه ای میخوای؟ نه، من به کشورم باز میگردم. اومدم از تو که همیشه رفتاری صمیمانه و محترمانه با من داشتی و منو درک کردی سپاسگزاری و خداحافظی کنم. دست یکدیگر رو فشردند و با آرزوی خوشبختی ودا کردند. هایدی تسلط به نفس از دست داده بود. خیلی به خودش فشار آورد تا صبر کنه ماریا از کتابخونه بیرون بره و آنگاه مشت محکمی بر میز بکوبه. چرا در حالی که دخترک به خودش جرأت داده و در مورد چیزهای خاص از او سوال کرده بود پاسخ مناسب نداد؟ چرا در حالی که دنیای تازه‌ای رو کشف کرده بود و به فراتر رفتن از مرز لذت اندیشیده بود نتونست تجربیات خودش رو در اختیار ماریا قرار بده؟ به خودش دلداری داد. اشکالی نداره، سکس تنها موضوع مهم دنیا نیست. تنها موضوع مهم نبود، ولی اهمیت زیادی داشت. زن به اطراف نگریست. بخش عظیمی از کتاب‌های موجود در قفسه ها در مورد قصه عشق بود. داستانی تکراری. کسی عاشق میشه، پیدا میکنه، از دست میده، دوباره میاد، ارتباط روحی برقرار میشه، مکانهای دوردست، ماجراهای غریب، رنج، نگرانی. ولی هرگز کسی در مورد شناخت بدن یک زن حرفی نمیزد. چرا در این مورد چیزی در کتابا یافت نمیشه؟ شاید کسی علاقه‌مند به این موضوع نباشه. مردان به دنبال اکتشافات جدید نیستن. از زمان انسان غارنشین و شکارچی غریزه تولید مثل هیچ تغییری نکرده. خب پس زنها باید چی کار کنن؟ هیچ زنی در این مورد صحبت نمی‌کنه، زیرا همه به خوبی میدونن که فایده‌ای نداره. عده‌ای از زنها تصور میکنن این اتفاق در مورد خودشون رخ داده، بنابراین اگه حرفی هم بزنن چیزی جز دروغ نیست. اونها به چیزهای دیگری میاندیشن: فرزندان، آشپزی، ساعت کار، نظافت خونه، پولهایی که باید خرج کنن، اغماض در برابر گریزهای مداوم شوهر، سفر در تعطیلات.
این آخری رو بیشتر به خاطر فرزندانشون انجام میدن، نه خودشون. خلاصه همه چیز غیر سکس. کاش با دختر برزیلی واضح و روشن حرف میزد. به نظر دختری معصوم میرسید. از نظر سنی دختر اون به حساب میومد و هنوز نمیتونست دنیا رو به خوبی درک کنه. مهاجری دور از وطن، همه توان خودش رو برای انجام دادن کاری خسته کننده و خالی از لطف میگذاشت و منتظر مردی بود تا با اون ازدواج کنه. میخواست همسری خوب، مادری مهربان و زنی خانه‌دار باشه، ولی در خفا به مردی بیندیشه که در خیابان نگاهی هوسبار به اون انداخته بود. حفظ ظاهر. راستی چرا مردم به ظواهر دنیا تا این اندازه اهمیت میدن؟ شاید به همین دلیل هم به سؤال دخترک در مورد رابطه خارج از ازدواج پاسخ نداده بود. تصور میکرد نباید در مورد روابط خودش با دیگران حرف بزنه، زیرا شوهر خوب، مهربان، مسئولیت پذیر داشت. نمیخواست خوشبختی خودشو با اعتراف به واقعیتی که تقریباً به فراموشی سپرده بود و ویران کنه. با این حال به یاد آورد که در کجا با اون آشنا شده. از شهری کوچک و کوهستانی به نام داووس باز میگشت. بهمن بزرگی عبور قطار رو چند ساعت متوقف کرد. از ایستگاه به خونه تلفن کرد تا اونها رو از نگرانی بیرون بیاره. چند مجله خرید و خودشو برای انتظاری طولانی آماده کرد. مردی در کنارش با یک کوله پشتی و یک کیسه خواب نشسته بود. موی خاکستری و پوست سوخته از نور تند خورشید داشت. به نظر می رسید تنها کسیه که هیچ نگرانی در مورد تأخیر قطار نداره. لبخند می زد، به اطراف می نگریست، به دنبال کسی می گشت که بتونه باش حرف بزنه. هایدی اما یکی از مجله ها رو باز کرد، ولی سرنوشت مرموز چیز دیگه ای رقم زده بود. نگاهش به نگاه مرد گره خورد. نتونست به سرعت چشم ازش برداره. مرد به طرف هایدی اومد. پیش از اینکه زن تصمیم بگیره با لحنی مؤدبانه عذرخواهی کنه و اطلاع بده که در حال خوندن مطلبی مهمه، مرد شروع به حرف زدن کرد و گفت نویسنده است. از همایشی در شهر باز میگرده و تأخیر قطار موجب میشه به هواپیما برای بازگشت به کشورش نرسه. از هایدی خواست پس از رسیدن به ژنو او را در یافتن هتلی مناسب یاری کنه. هایدی به مرد می نگریست. می اندیشید چگونه یه فرد می تونه تا اون اندازه خوش اخلاق باشه. علیرغم از دست دادن هواپیما و اجبار به منتظر ماندن در ایستگاه نامناسب قطار، تسلط بر نفسش از دست نده و خشمگین نشه. مرد به حرفاش ادامه داد. انگار دوستی قدیمی بود. از سفرهاش صحبت کرد، از راز خلقت ادبیات گفت، در مورد وحشت و ترس و زنانی که در طول زندگی با اون آشنا شده بود توضیح داد. واکنش هایدی در برابر حرفای او تنها تکان دادن سر به نشانه تصدیق یا عدم تصدیق بود. مرد گاهی به دلیل زیاد حرف زدن پوزش میخواست و هایدی رو ترغیب میکرد درباره خودش حرف بزنه. ولی زن چیزی برای گفتن نداشت. میاندیشید که من فرد معمولی هستم، بدون هیچ خصیصه غیر عادی. هایدی ناگهان متوجه شد که دلش میخواد قطار هرگز حرکت نکنه. گفتگو به نقطه حساس رسیده بود و زن چیزهای تازه‌ای کشف میکرد که در مورد اونها تنها در کتابهای تخیلی خونده بود، چون میدونست مرد رو دیگه نخواهد دید. به خودش جرأت داد و بحثای مورد علاقه‌شو پیش کشید. دوران سختی در زندگی زناشویی داشت و شوهرش همیشه از اون میخواست در خونه باشه. هایدی میخواست بدونه چگونه میتواند شوهرشو خوشحال کنه. مرد از تجربیات فراوانی که داشت برای اون صحبت کرد، ولی هنگامی که مجبور میشد در مورد شوهر هایدی حرف بزنه چهره‌ای شاد نداشت. زن جالبی هستی.
از جمله‌ای استفاده کرد که اون از سالها پیش نشنیده بود. نمیدونست چه واکنشی باید نشون بده. بلافاصله شروع به حرف زدن درباره بیابون‌ها، شهرهای گم شده، زنان نقابدار، جنگجویان، دزدان دریایی و دانشمندان کرد. خلاصه که سوار قطار شدن، کنار یکدیگه نشستن. هایدی دیگه زنی ازدواج کرده، دارای 3 فرزند، خانه‌ای مشرف به دریاچه نبود. اون ماجراجویی تازه وارد به ژنو بود. به کوه‌ها نگاه میکرد، به رودخانه. احساس خوشحالی میکرد که در کنار اون مرد بود. انگار آن روز صبح دنیا تغییر کرده بود. زنی بالغ و 38 ساله، حیران در وسوسه های فریبنده. آخ که همه چیزو در دنیا خوب میدید. در خزان زودرس زندگی، زمانی که فکر میکرد همه چیز داره، ناگهان آن مرد در ایستگاه قطار ظاهر میشه و روحشو تسخیر میکنه. در ایستگاه راه آهن ژنو از قطار پیاده میشه. هایدی هتلی رو به مرد نشون میده. مرد اصرار میکنه که محلی متوسط باشه، زیرا صبح روز بعد میخواد از اونجا بره و پولی برای هزینه کردن در هتلی گران قیمت همراه نداره. نمیدونم زمانی که در را گشود و مرا با 2 چمدون در دست دید چه فکر میکرد. بلافاصله اون رو از نگرانی بیرون آوردم. نترس، به اینجا نقل مکان نمی کنم. بریم شام بخوریم. بدون اینکه توضیح بخواد کمک کرد تا چمدونا رو به اتاق ببرم. انگار میترسید منو از دست بده. باد سردی از زیر درد به داخل میوزید. میدونستم تنها همون شب او را خواهم داشت و پس از اون دیگه هرگز با هم ملاقات نخواهیم کرد. دیگه به قواعدی که بین خودمون مرسوم بود فکر نمی کردم. از یاد برده بودم که هیچ کدوم علاقه‌ای به سکس نداریم. تنها غرایز ما حاکم بود. تلاش میکردم چشمانم رو باز نگه دارم و تظاهر نکنم. میخواستم چهرهش برای همیشه به خاطر بسپارم. میخواستم خاطرات هر لحظه رو در ذهنم ثبت کنم. هیچ مقدمه‌ای در کار نبود. روح ما به هم پیوست. گاهی به من مینگریست ولی نظرمو نمیپرسید. واکنش من براش اهمیتی نداشت. 11 دقیقه به پایان رسید ولی کار هنوز ادامه داشت. به یاد نقشایی افتادم که ایفا می‌کردم. دختری ساده، مادری مهربان، زنی خطرناک، روسپی مقدس. نمیدونم چقدر در اونجا بودم. انگار زمان به پایان نمی‌رسید. دستای منو گرفت و هر دو به سقف اتاق خیره شدیم. به اون گفتم شب بخیر. منو نوازش کرد و پاسخ داد شب بخیر. جریان هوای سرد هنوز به درون می اومد. ترس از واکنش همسایگان به خاطر شنیدن فریادای ما موجب شد زمزمه کنه چه بد شد. بهتره به آشپزخونه بریم. برخواستیم و به آشپزخونه رفتیم. از من سپاسگزاری کرد. منم همین کارو کردم. سرانجام به خودش جرأت داد و در مورد چمدونا پرسید. فردا ظهر به برزیل میرم. یه زن به خوبی میدونه چه زمانی مرد براش اهمیت داره. آیا مردم میدونه؟ لازم بود به اون بگم تو رو دوست دارم، یا دلم میخواد نزد تو بمونم، یا از من بخوا که نرم و بمونم. انگار افکار منو خونده بود. نرو باید برم. عهد بستم. رویای دختران روستایی از کشوری دور دست و زادگاهی نه چندان بزرگ، پشت سر نهادن هزاران مشکل، آشنا شدن با مردی که عاشق اون میشه و دست یافتن به اون، انگار نقطه پایان بر همه لحظات دشواری بود که پشت سر گذاشتم.
هرگاه خاطرات اروپا رو به ذهن بیارم و بخوام ماجرای این روزها رو بیان کنم، جمله رو با داستان مردی به پایان خواهم برد که عاشق من بود. همیشه به من تعلق داشت چون روح ما به یکدیگه وابسته شده بود. رالف، نمیدونی تا چه اندازه عاشقتم. تصور میکنم زن زمانی عاشق میشه که مرد رویاهاشو برای نخستین بار ملاقات میکنه، حتی اگه عقل نهیب بزنه که برداشتش اشتباهه. زن با این غریزه مبارزه میکنه ولی اشتیاقی برای پیروز شدن نداره. سرانجام زمانی فرا میرسه که تسلیم هیجان و نگرانی میشه. این موضوع همون شب که در ساحل پا برهنه راه میرفتم و از درد و سرما رنج میبردم به اثبات رسید. در همون حال فهمیدم تا چه اندازه من رو میخوای. بله، عاشق تو هستم. هرگز عاشق مرد دیگه ای نشدم. عزیمت من هم دقیقاً به همین دلیله. اگه بمونم رویاهام به واقعیت تبدیل میشه و میل به خواستن و داشتن تو به همه چیز غلبه میکنه و میتونه عشق و به بردگی تبدیل کنه. پس بهتره برم. رویایی بودن زیباتره. باید مراقب آنچه که از زندگی میخوایم باشیم. از من پرسید خوب بود؟ بله. از مرز گذشتی؟ میتونستم تظاهر کنم تا خوشحال باشی، ولی دلم نمیخواست به تو دروغ بگم. رالف، تو مرد خوبی هستی. به من کمک و از من حمایت کردی. در ضمن از من کمک خواستی و احساس تحقیر نکردی. تو به من لذت بخشیدی. منو شیفته و مجذوب خودت کردی. امروز برای پس دادن کتاب ها رفتم. مسئول کتابخونه از من پرسید در مورد کشفیات خودمون با دوست پسرت حرف میزنی؟ میخواستم بگم کدوم دوست پسر، ولی این کارو نکردم. اون همیشه برام مثل یه فرشته بود. به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم از شما مخاطبین عزیز. ادامه این قسمت رو به آخرین قسمت میرسونم. در پناه حضرت حق باشید.